سلام، خوش اومدید به این ویدیو. یاشار واجی هستم و پارت 2 ماینکرافت سروایول. بچه ها، ما پارت قبل رو توی جای دیگه بودیم، بنا به دلیلی من پارت 2 رو رکورد کردم. پارت 2 متاسفانه نتونستم بذارم. خلاصه کاری که کردم، اومدم من رفتم مردم، بعد همه وسایلام به چخ رفت، به چخ سگی رفت. بعد اومدم توی این قار یکم غذا پختم. خلاصش همینه دیگه، کار خاصی نکردم. یعنی هر چی داشتم به باد رفت، هر چی داشتم. بعد انقدر فشار خوردم آخر زنزیر که سکته برای بزنم دیگه. کلی آهن و لوت ویلیج و گندم و اینجور چیزا از دست دادم. بعد شیلدم رو از دست دادم، باکتم و خلاصه که همه چی رو از دست دادم. بله، لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره، زنگولم بزنید اگر سابسکرایب کردین. خیلی ممنون. بریم ادامه ویدیو. لیتس گو. بریم چیکار کنیم؟ اول میایم یه دونه گرافین تیبل رو میذاریم اینجا، میذاریم زمین. بعد یه دونه چی میخواستم بسازم؟ یه دونه تخت قهوه میسازیم. چون سه تا گوسفند قهوه‌ای که پیدا کردم دو قسمت اول. بعد رفتم یهود بعد از اینکه مردم یهود دیدم 4 تا گوسفند قهوه جلومه. یکی از پشماشو زدم رفت، انداختم رفت. یعنی اوخ طول داری. وی من ظالم هستم. یاشار ظالم وارد می شود. زندگی بچه کسایی که آهنگ شینگل آخر ناموسن نگاه کنید چه وضعشه، چه خبر انقدر بیستن قوی. ای بابا، فکر کنم داره میگه ریدی. بازی منظورش اینه. نگاه کن، نه تو نگاه کن. ای خدا. بعد من در همراه ویدیو سروایول قسمت 2 یه ویدیو دیگه هم داشتم آپلود میکردم. اونم پرید. باورتون میشه؟ اونم پرید. یعنی قشنگ داشتم فشار میخوردم و اصلا نمیدونستم چی کار کنم، اینقدر داشتم فشار میخوردم. آره، البته اون یکی ویدیو جو سروایور قسمت 2 یه شبیه ساز بود، بازیش باگ داشت. یعنی قسمت اول قسمت آخر شد، بازیش یه باگ بدی هم داشت، نمیتونستی میشن اول رو رد کنی کامل نمیتونستی ردش کنی. آره، یعنی مثلا تا 90% حل میشد، بقیهش دیگه حل نمیشد. مشکل نمیدونم از کجا شد، حل نمیشد. بعد اوچی پشما مردم. یعنی نه، داشتم میمردم. بودو وای. حاجی فقط بودو. وای بودو وای. حاجی زندم، من هنوز زندم. وای این داره میاد که بیشرف. دوستان خونسردی خودتون حفظ کنید، هیچ مشکلی پیش نیومد.
من هنوز زندم. بعد یه چیز دیگه که میخواستم بگم، من سر ادیت ویدیو خیلی سخت میگیرم، یعنی خیلی تلاشمو میکنم ادیتو خوب بزنم، ولی چون ادیت خوب بلد نیستم یکم خرابکاری میکنم. ولی نگران نباشید، تا جایی که میتونم تلاشمو میکنم ادیت خوب بزنم. آره فعلا تا موجودات وحشی ما رو پاره پوره نکردن چیکار میکنیم؟ میخوابیم. آره میخوابیم. صبح که میشه تختمونو میکنیم، یه زامبی میاد سراغمون، ولی ما با شمشیر ازش استقبال میکنیم. با پیپی شد زامبی. بعد میایم اینجا، هرچی گفتی چیکار میکنیم؟ اینو میکنیم. ولی من اسکلمش خیلی فکر کنم تاکسیکم، ولی اسکلم. به دل نگیرید من اسکلم. بعد اگر آهنگ خوبی مثلا برای پیش زمینه ویدیوها میدونید بگین که اونو بذارم، آهنگ بی کلام. بعد آهنگای بی کلام من آهنگ پیدا میکنم، ولی صداشو خیلی باید درست تنظیم کنی که صدای ویدیو درست بیاد، چون منم معمولا آروم صحبت میکنم صدای ویدیو اصلا درست نمیاد. میفهمی چی میگم؟ اگه فهمیدی تو کامنت ها بنویس فهمیدم. نوشتی؟ ای بابا خیلی خوب. یه شیلد میسازیم، شروعی دوباره. بعد 3 تا آیرون رو برمیداریم، یه دونه باکت میسازیم، اینو میکنیم، اینم میکنیم، میایم اینجا چوب درست میکنیم، یه 2 تا استیک میزنیم، یه دونه. بعد تورچ میسازیم به همین سادگی. آره بچه بعد من یه سیستم زغالی دارم، زغالی در این حد که فقط CS1 شو جنگ‌های صلیبی قدیمی و با سناندرس بالا میاره، در این حد قدیمی دیگه. ببین ویندوزشو بگم دیگه پشماتون رو میریزه. ویندوز 7، ویندوز 7 اصلا میدونی یعنی چی؟ شما تا حالا تو عمرتون ویندوز 7 دیدین؟ وای حاجی حالا من میگم به دل نگیرین ها، من این چیزی میگم به دل نگیرین یا اپل فز. پاره شدم حاجی، عجب غلطی کردم اومدم تو این غار. من برای چی اومدم تو این غار اصلا؟ حاجی الان چجوری برم بیرون من؟ وای غذا ندارم، بدبختم، بیچارم، فقیرم. ای خدا به کی بگم؟ اگر مشاهده کردی تکنولوژی زندگی. من از این قار میرم بیرون، فعلا ویدیو رو استاپ میکنم، میرم بیرون میام. حل let's go. دوستان همونطور که مشاهده میکنید من توانستم با موفقیت از غار خروج کنم. همونطور که مشاهده میکنید پاره شدم. جونمو میبینید دیگه، جونمو میبینید دیگه. آره بعد فعلا به نظرم برای این با این چری اون پوش
فعلا به نظرم برای این پارت کافیه. در اصل این باید پارت 3 میشد ولی پارت 2 شد. آره شما دیگه به بزرگی خودتون ببخشین دیگه. فعلا خدا حافظ تا ویدیو بعد. بای بای.